سلام من شادابم. خیلی خوش اومدین. ازت میخوام کف دستا رو به هم بچسبونی. بهتره بین انگشتات فاصله نباشه. انگشت شست رو میذاری وسط جناق سینه و سعی میکنی شونه ها رو بیاری به سمت جلو و ببری به سمت عقب. یه کوچولو کتفت باهاش کرو میشه، صاف میشه. یه کوچولو قوز میکنی، برمیگردی. برای کامل تر شدن حرکت میتونه چونه به گودی گردن نزدیک و دور بشه. قفسه سینه باز و بسته. مرسی که با هم بودی. امیدوارم از تمرین لذت برده باشی. لطفاً لایک و کامنت یادت نره. بفرست برای تمام دوستات و سابسکرایب چنل یادت نره. مرسی، خوب باشی. نماسته. میبینمتون.